بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. استادان گرامی، استادان ارجمند، پژوهشگران محترم و مهمانان عزیز، سلام و درود بر شما و همچنان به نشست امروز خوش آمدید. قسمی که همه شما در جریان هستید، این نشست یک حرکت کاملا اکادمیک و علمی در راستای تبیین مسائل اساسی جامعه، تأمین حقوق شهروندی و دستیابی و عدالت اجتماعی می باشد. این برنامه با ابتکار نهادهای ذیل، انجمن فرهنگی پنجشیر، کانون آزادی و توسعه، انجمن امید فردا و چند نهاد دیگری که قرار است نامه‌هایشان گفته نشود برگزار گردیده است. در برنامه امروز افتخار آن را داریم که از جناب دکتر محی‌الدین مهدی، شخصیت علمی و پژوهشگر ارجمند، میزبانی نماییم. ایشان پیرامون موضوع موانع صلح و ثبات در افغانستان سخنرانی خواهند کرد و ابعاد گوناگون چالش‌ها و موانع موجود در مسیر تحقق صلح پایدار، ثبات سیاسی و همبستگی اجتماعی را مورد بررسی قرار خواهند داد. امیدواریم این نشست زمینه برای تبادل اندیشه، گسترش گفتگوی علمی و ارائه دیدگاه‌های سازنده در راستای آینده بهتر برای افغانستان فراهم سازد. قسمی که شما در جریان هستید، نشست کنونی یک حرکت کاملا اکادمیک در راستای تأمین حقوق شهروندی و رسیدن به عدالت اجتماعی می باشد که جناب دکتر صاحب محی‌الدین مهدی تحت عنوان موانع صلح و ثبات در افغانستان در این مورد سخنرانی خواهند نمود. صلح چیست؟ صلح با وضعیتی گفته می شود که در آن جنگ، خشونت، درگیری و خصومت وجود نداشته باشد و افراد و گروه ها بتوانند در فضای امن و مبتنی بر احترام متقابل زندگی کنند. صلح تنها نبود جنگ نیست، بلکه شامل عدالت، رعایت حقوق بشر، تحمل پذیری و همکاری میان افراد و جوامع نیز می باشد. ثبات چیست؟ ثبات با وضعیتی گفته می شود که در آن نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک کشور یا جامعه از پایداری و نظم برخوردار باشد و دچار آشوب، بی‌نظمی یا بحران‌های مداوم نشود. در یک جامعه با ثبات، مردم نسبت به آینده احساس امنیت بیشتری می‌کنند و نهادهای دولتی و اجتماعی به طور مؤثر عمل می‌نمایند. رابطه صلح و ثبات. صلح و ثبات معمولاً مکمل یکدیگر هستند. صلح پایدار می‌تواند زمینه‌ساز ثبات شود و ثبات نیز به حفظ صلح کمک می‌کند. با این حال، ثبات بدون عدالت و رضایت عمومی ممکن است موقتی باشد و صلح پایدار نیز معمولاً نیازمند وجود نهادهای باثبات و عادلانه است. صلح نبود خشونت و وجود روابط مسالمت‌آمیز. ثبات پایداری نظم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه. شب را گریستیم، سحر را گریستیم، گام راه سفر را گریستیم. وقتی می‌زنند سبیل‌های باغ را، باید باید سرای فقر را گریستیم. روح آیاسی شد و همچنان استاد خیلی
از این آزادگی بهتر بود صبر و چشم من صدای شیون زنجیر و قید کنج زندانی. باز هم استاد خلیلی به خاک افکن و خون تر کن و بادش دی در آتش سوز. از این بدتر چه بباشد که دشمن در سرای توست.